لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب است. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولاگ امروزمون از تیار کردن خوراک ابد سر میکنیم. در ابد باشد کم ترک مکرون پلاو میکنیم. تماشابینان عزیز، ولاگ امروزه فقط ولاگ خوراک تیار کردن میشه. من خوراک شام تیار کردم، ابد تیار کردم. خلاصه گپ پختن و خوردن ولاگ امروزه. ما دوازیم چیزای روغنی ممکن است، ما دوازیم در دیت امروزتون عزیز. برای شوهرم دخترم خواهم خیلی خوراک تیار میکنم. اگه باید دیت در نستیم خیلی که من در دیتم وایدم بعد خوراکای دیتی چیز کیتی وایو داینه خیلی مکرون پلاو کردم، کارتوشکا بیرون امی خوراکای وای بگیم دیلشون میکشته گیره چیزی که میگن همورا تیار کردم میتیمشونه. خدم ده چیزای جوشوندگی بگیم بروغن، نمکش کم، هم خیلی چیزا. تا آخر نوار با ما باشین تماشابینان عزیز. در آخری ولاگ موزیکا میمونه، با شما تماشای با فراغت. آروم آروم
تو گوشم بگو که میمونی، هر شب هر روز هر لحظه به یادم میمونی. ذره ذره از عشقت من دارم میمیرم، من تو فکرم چجوری دستاتو بگیرم. حالا دستات تو دستام، نگاتم تو نگام، این چه حسیه چه حالیه چرا من رو هوام. حالا دستات تو دستام، نگاتم تو نگام، این چه حسیه چه حالیه چرا من رو هوام. این چه حس و حالیه آخه چرا من رو هوا.